هموطنان محترم، رسیدیم در پایان سفر خود به ولسوالی به ولایت هرات و ولسوالی زنده‌جان به محلی که زلزله خرابشان کرده بود. دوستان عزیز، من خلاصی از سفر خود خدمت شما تقدیم میکنم، به خاطر اینکه همتان در جریان باشین که چی واقع شد. گرچه ویدیوها را ما وقتا به شما روان کردیم و شما شاهد هستیم و در فیسبوک هم موجود است و ما به دوستا روان کردیم. پیش از این ما میخوایم که از طرف خود و از طرف تمام مردمانی که متضرر شدن و از طرف اعضای کمیته اجرایی انجمن همکاری افغان نیو ساوت ولز از اعتماد و از ایثار و فداکاری همه شما، هر کسی که برای از این مصیبت بزرگ در افغانستان کمک کرده، $1 یا $10 یا $100 تشکری کنم و یک تشکری خاص از فامیل محترم امانی بکنم که مبلغ $19,200 را به این پروسه کمک کردن که واقعا کمکشان قابل قدر است و کمکی که از $10 بوده تا $100 بوده، $1,000 هر چی بوده کلش جمع شده و بالاخره چی شده. از این تمام کمک های شما ما از تاریخ 6 که آمدیم شروع کردیم به سروی و با تقسیم، ما چندین قریه در ولسوالی زنده‌جان کور کردیم که از اون جمله قریه‌ها که ما میتونم به شما بگویم که ما کرنین محل وردکا، قریه کشکک، قریه قزلک، قریه سیاهاب، قریه کچکال، قریه سیابادک، قریه کارت نو، قریه پروانه، قریه دیشیخ، قریه کوتی دشت، قریه قلنوک و یک قریه بسیار نام خنده‌دار داد خرغلتان. او را و امی قریه که فعلا هستیم که یک جای است که در بیخ کوس که شما خودتان میبینین که چقدر دور است و معمولا کمک ها از این طرف تیربیر میشه و ما اینجا آمدیم که به آلدی ها کمک کنیم. دوستان محترم، در طول سفر ما از دور تا بار ما در حدود 800 بسته غذایی را که شامل مواد مکمل بوده برای شما برای جا ما توضیح کردیم که شما بسته رو دیدین. همچنان ما در ضمن از این بسته بیداشتی که به خاطر خانما حتی بلغو توضیح کردیم، همچنان ما خیمه توضیح کردیم که یگانه شاید کمیتی بوده باشه که با ما وجود که ما شما کمیتی بسیار کلان هم نیستیم کمیتی، اما باز ما از ایران 100 خیمه رو وارد کردیم و او رو برای مردم توضیح کردیم که شما اون جیرانش دیدین. همچنان کالا پوشیدنی را هم توضیح کردیم برای مردم که خوار ما نصیب جان اکرم از اونجا برای ما مهیا ساخته بود. دوستان عزیز، الحمدلله این کمک ها شما قطره قطره که دریا میگن، اما دوستان محترم من واقعا ممنون احسان شما هستم به نمایندگی اعضای انجمن که شما همیشه صدای ما لبیک میگین و ما از بدخشان تقریبا در حدود 2.5 میلیون افغانی در بدخشان در توزیع کردیم. از اونجا راستن صباح آمدیم در اینجا که امروز سفر ما به پایان رسید و انشالله همکارای ما که شما میبینین چون یا اینجا هستن، توضیحات دارن، هنوز مردم ضرورت‌های خود دارن و انشالله که شما هم کمکاتون جاری داشته باشین و اینی که من خودم هستم معمولا هم به بسیار وجه حسن رو توضیح میکنم. در آخر بازم افغانای مقیم شهر سیدنی ایالت نیو ساوت ولز و مخصوصا همون افغانایی که همیشه دست به جیب میکنن با وجود که تمام افغانایی که اونجا هستن کمک نکردن، اما با وجود هم کسایی که کمک کردن و همیشه کمک میکنن، الله شما راضی باشه، خداوند خیر نصیب کنه و الا توفیق به دیگه هم کسا هم نصیب بکنه. دوستای محترم، من باز هم در آخر از شما تشکر میکنم. ان شاء الله که من طرف سیدنی از یک هفته سفر خود به تعویق انداختم، اما الحمدلله خوشحال هستم که با توکل الله و به واسطه امو کمک‌های شما تانستیم مصدر خدمات به این مردم بیچاره مسکین فقیر خود در گوشه افغانستان شویم. جهان سپاس. الله صدقات همه شما را از خرد تا کلان قبول بگردانه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز با عزیز خواهرها و برادرایی که در خارج یا در داخل هستن بسیار تشکری میکنم. به هوای سرد در این نواز شام که برای ما کمک‌ها روان کرده بسیار تشکر میکنم. خیر ببینم. خدای تبارک و تعالی به پله اسانه نان خیر بسیار بده. تشکر از اونها که براتون زحمت ما بکشیده و این آوارگی رو هم ببینن از هر دوستی برادر در هر کجا که هسته، این آوارگی مشکلات مسلمان‌ها رو ببینن و همین کمک کنه و نیاز داره و خیر ببینید. جان تشکر. خداوند به شما عزت و حرمت و شرافت بده به دوستانی که به این مردمانی که ستم دیده، ظلم شده، خانه‌هایشون ویرانه شده،
خداوند توفیق داده بر این خواهران ما و این دوستان ما که همدردی کردن، غم شریکی کردن. به زینا خداوند عزت و حرمت بده که این طفلای معصوم ما را خوش ساختن. به نام خدا شیرعلی رحمانی هستم، یکی از نمایندای قریه شورابک بلوچ‌ها. از برادران خیر خود تشکر میکنم که برای این مردم غریب و زلزله زده و به کمک از اینا رسیده، برای اینا همکاری کرده و کمک کرده. خداوند برای از اینا خیر بده.